جون غلام سیاه ابا عبدالله الحسین اومد صدا زد آقا میخوام منم برم میدان. آقا فرمود نه نمیخوام، تو عزیز من، تو نمیخوام اذیت بشی. دست کرد کیسه شو در آورد و یه حسابی هم با ما داری، از حساب دم بیشتره یه بغض کرد گفت یعنی برم. آقا غلام سیاه ها برم، من ارزش ندارم، من بدنم بوی بد میده. تو خوشخوشانتون بودم حالا برم. میگفت من آبا و اجدادم شناخته شده نیستم برم تو میدان بگم من پسر کی هستم اینا. من یه آدم گمنامم. میخوای شناخته شده ها و با اصل و نسبا برات فدا بشن. فقط حسین بلا فاصله بغلش گرفت و فرمود نه من به این دلیل نگفتم، بیا برو. رفت جنگ نمایانی کرد، رو زمین افتاد، حسین آمد بالای سرش. هی سرش رو پای آقا میکشید و بغلش کرده میگو آقا برا شما بده سر غلام روزبانوات. صدا زد اللهم بیض وجهه، روی غلام منو نورانی قرار بده، نورانی ترین شهید کربلا همین غلام سیاه. صدا زد خدایا بوی غلام منو خوشبو قرار بده. عصر عاشورا عطر جون کربلا رو گرفته بود. و بعد گفت من کسی رو ندارم. خودم همه کستم. دعا کرد بالا سرش، گفت خدایا این غلام منو ببر از جانب من به رسول خدا معرفی کن. بگو این غلام از جانب من به رسول خدا معرفی کن. بگو این غلام